درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. چرا در وقتی معین شده کارخانه کارکرد محصولات نفتی دنقره به استفاده داده نشد؟ فیلسوف تاجیک حافظ بابایاروف پیامبر اسلام را بداخلاق خواند. در تاجیکستان ثبت ویدیویی توسط درون منع می شود. تاجیکان مقیم لهستان دست به تظاهرات زدند. مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه کارکرد محصولات نفتی تاجیکستان در منطقه آزاد اقتصادی دنقره با سبب مشکلات مالی به تأخیر افتاده است. مدیریت منطقه آزاد اقتصادی در بیانیه اعلام کرده است که بر اساس برنامه قرار بود شرکت چینی مجری ساخت نخستین کارخانه کارکرد محصولات نفتی تاجیکستان تا 9 سپتامبر و سالگرد استقلال این کشور مرحله نخست این کارخانه را به بهره برداری رساند. با افتتاح مرحله نخست کارخانه کارکرد محصولات نفتی دنقره در استان ختلان تاجیکستان زمینه کارکرد 500,000 تن نفت در یک سال فراهم خواهد شد. با تکمیل این طرح تاجیکستان می تواند سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این کارخانه استخراج کند. جمهوری خلقی چین برای ساخت این کارخانه 450 میلیون دلار مبلغ جدا نموده است، اما سبب اختصاص داده نشدن مبلغ جدا نموده به ساخت کارخانه نامعلوم باقی مانده است. نام بانک امانتدار مبلغ مذکور نیز افشا نشده است. حافظ بابایاروف فیلسوف و کارمند اکادمی علمها که قبلا هم با چند نوشته اش احساسات مسلمانان را تحقیر کرده بود، در یک نوشته اش پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم را بداخلاق خوانده است. شادیبای عطایف نام شخص هم با دستگیری از بابایاروف به تحقیر قبیح پیامبر علیه السلام دست زده است که باعث نگرانی شدید محبان پیامبر اسلام شده است. البته این همه دست درازی به مقدسات مسلمانان از سیاست ضد اسلامی رژیم امام علی رحمان آب میخورد، ولی در حالی که یکی از دوست داشته ترین ماده های کودکس جنایتی مقامات کشور برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی است و بیشتری مخالفان را با آن متهم میکنند، آیا در قبال این دستزنی به مقدسات مسلمانان از طرف کارمند اکادمی علوم حافظ بابایاروف و شهروند دیگر تاجیکستان شادیبای عطایف اقدام انجام خواهند داد یا خیر؟ سؤال وقت است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان قرار نوی را به امضا رسانید که طبق آن به وزارت مدافعه و وزارت نقلیات کشور 3 ماه مهلت داده شده است تا در موافقه با مقامات امنیت تمام درون‌های کشور را به قید گیرند. با برابر عملی شدن این قرار واردات و صادرات، خرید و فروش و استفاده تمام درون‌ها منبع در کشور تنها طریق اجازتنامه مخصوص راه اندازی خواهد شد که در موافقه با کمیته دولتی امنیت ملی داده می شود. این در حال است که بیشتر کشورهای دنیا قانون‌های که پرواز درون‌ها را به تنظیم می‌دارد قبول نموده اند، اما تنها در کشورهای مستبد چون تاجیکستان زیر نظارت پوره گرفته شده است. در کشورهای اروپایی پرواز درون‌ها اساساً در مناطقی که جمع‌شوی زیادی آدمان دیده می شود و در شهرها منع شده است. اما در فضای کوشاد و دیه و شهرک‌ها هیچ مانع وجود ندارد. در ایالات متحده آمریکا پرواز درون‌ها تنها در شهر واشنگتن منع شده است. این قانون زمان قبول شد که یک درون در قصر سفید سقوط کرد. تاجیکان مقیم جمهوری لهستان به خاطر آزادی وکیل دفاع جمشید یاروف و تمام محبوسان سیاسی امروز 31 اوگوست نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا تظاهرات انجام دادند. تظاهرگران بیانیه را به عنوان راهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا قبول نموده به دست نماینده این سازمان لارینا برانوفسکایا سپردند. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان امروز در نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشاوا گرد هم جمع آمده ایم تا پیام خود را به رژیم جنایتکار امام علی رحمان، مردم شریف تاجیکستان، کشورهای دوست، سازمانهای حامی حقوق بشر و کفیل صلح تاجیکان برسانیم. پیام ما به رژیم این است: از بازداشت مادران و خانواده های محبوسان سیاسی دست برداریم. تعقیب و بازداشت و باختن تهمت ها را نسبت به ادوکات های با غیرت و به ناموس ملت
خاتمه بخشیده تمام ادوکت هایی که با انگیزه های سیاسی بازداشت شده اند آزاد نمایید. намояндаи созмони амният ва ҳамкории аврупо дар варшава лорена барановская ба назди эътирозгарони тоҷик ҳузур карда гуфтааст вазъияти сиёсии тоҷикистон дар созмони амният ва ҳамкории аврупо мавриди омӯзиш қарор дорад. تضییق و فشار مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و قشر روحانیت از جانب مقامات در تاجیکستان به یک امر واقعی تبدیل شده است و باعث نگرانی است. پیش از این هم چند گزارش و شکایت‌های دستجمعی و سازمان امنیت همکاری اروپا دسترس شدند که ما آموخته ایستاده‌ایم. خود اوج زیاد شدن سری پناهندگان سیاسی تاجیک در اروپا نشانگر آن است که وضع سیاسی در تاجیکستان غیر معتدل است. امروز که شاهد تجمع و ناراضیت شما از بازداشت وکیلان دفاع و مخالفان سیاسی شدم، حتما یک گزارش آماده نموده بیانیه این تظاهرات شما را نیز به آن ضمیمه می‌کنم و به رهبریت سازمان ارسال خواهم کرد. قابل ذکر است که بعد بازداشت جمشید یاروف تاجیکان مقیم اکثر کشورهای جهان اعلان کردند که به خاطر آزادی جمشید یاروف و محبوسان سیاسی دست به تظاهرات خواهند زد. 26 آگوست در آلمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در شهر بان نیز با اشتراک زیاده از 100 نفر تظاهرات برگزار گردیده بود. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. امیر دبی شیخ محمد بن رشید که وظیفه سروزیری امارات متحده عرب را نیز به دوش دارد، بعد سنجش غیر انتظار از مؤسسه های دولتی فرمان داد که 9 منصبدار والا مقام شهر از وظیفه سبکدوش کرده شوند. شیخ محمد با مقصد سنجش بدون آگاه نمودن مسئولین دفتر ریاست مناسبت های زمین و رشد اقتصاد و فرودگاه بین المللی دبی را دیدن کرد. این بازدید و سنجش ناگهانی شیخ محمد منصبداران والا مقام در جایهای کاری اشان حضور نداشتند. تنها دوام 10 شبانه روز اخیر از شهر مسکو روسیه بیش از 500 شهروند تاجیکستان استرداد شده اند. بنا به معلومات ها استرداد بیشتر مهاجران غیر قانونی می باشد و حجت های 80% مهاجران بازداشت شده تاجیک کمبودی ندارد. اخیرا نواری ویدیویی که در آن قرار شد درباره اخراج 22 نفر را که تنها در 5 دقیقه آماده نموده خواستند به دست مهاجران بازداشت شده بسپارند در شبکه اجتماعی پهن شده است. مقامات آمریکا دستور گرفتند که عاقبت‌های احتمالی حمله‌های خاکیرانی اینترنتی روسیه را ضد سازمان‌های سیاسی آمریکا تحقیق کنند. روسیه، چین، ایران و کره شمالی در روی خط دولت‌هایی هستند که احتمال ضد ایالات متحده آمریکا حمله اینترنتی انجام دهند. ماه‌های آخر درباره رخنه شدن کامپیوترهای حزب دموکراتی ایالات متحده آمریکا، کامپیوترهای هیلاری کلینتون و چند مرکزهای غیر دولتی تحقیقاتی خبر می‌رسد. طبق خبرهای غیر رسمی، مقامات مخصوص ایالات متحده آمریکا بر این نظرند در اکثر این حالتها خاکران روسیه که با دستور مقامات مخصوص دولتی کار میکنند دست دارند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی خدا نگهدارتان.